به قرآن مجید یو گایز چطوری؟ من جعفر اسکوت هستم. خوش اومدید با یه ویدیو جدید دیگه با من. امروز اومدیم با اولین بازی ترسناک کانالمون که اسمش از سوپرنچرال، که این بازی به تازگی و وایرال شده و سازندش فقط یک نفره و میتونم بگم که بیشک این ترسناکترین بازی کل جهان میتونه بشه. پس بدون معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. لایک و سابسکرایب چنل یادتون نره و اون زنگوله بالا رو حالت آل بذارید که اگه ویدیو جدید گذاشتم مثلا اول با خبر داشته باشید. پس let's do this. بچه من ویدیوهای اینو تو اینستاگرام یا یوتیوب که دیدم خیلی ترسناکه و واقعا من اون موقع کرکوپرم ریخته بود. حالا امروز رسیده که بازیش کنیم. I've got this strange situation at my place that's been keeping me up at night. Well, Colton, I appreciate the kind فقط words. میتونم بگم که چیپس پفکاتون رو آماده کنین، قراره که کلی بترسیم. واقعا این گیم خیلی ترسناکه. It's about Mrs. Susan. که اسمش از سوزان که میگه که خیلی واسمون عزیزه و برو پیداش کن. و ما هم قراره که بریم سوزان خانوم رو پیداش کنیم دیگه. سوزان خانوم قراره که ما رو سرویس About a کنه. week ago, she disappeared, gone. Not answering calls, missing her usual hours. Disappeared for a week? صدای چیه؟ That's definitely cause for concern. سگ خوابیده. Anything unusual about her Okay. behavior before? کوالیتی بازی رو نگاه کن. اوه. بذار اول بازی بگم که قرار کلی بترسیم. یا خدا من دهنمو باز نکرد. شما میتونی اوکی صدای بازی خیلی عجیبه. و بیرون رو نگاه کنید، عجب طوفانی شد. فقط بچه من اوکی. یا خدا عکسای روی دیوار رو نگاه کنید. او با شیفتم تون را میره. الان این ترسناک نیست یعنی؟ چرا فلش میزنه این؟ وای وای اون میشه چراغ رو روشن خاموش کرد. میتونی با زوم کردن خیلی عجیبه. نگاه کنید ستاره اینا کشتن روی همینا. اینا چیه؟ چیز مهمی نیست. روشن شد. چرا از این عکس همه جا هست؟ کامپیوتر اینجا چی میگه دیگه؟ Not now. الان نه. وای عکسای روی دیوار. بسم الله الرحمن
رحیم خدایا خودت کمک کن. چرا باز چراغا رو روشن میکنیم، باز امیدی هست واسه پلی دادن. اینجا هم چیزی نیست. او مای گاد، این دیگه چیه؟ صدایی اومد. اینجا باز میشه؟ آره باز شد. اینجا کجاست؟ در عقبیه که از اونورم میشه رفت. بالا که چیزی نبود. اول بازی از اینجا صدا اومد، یکی داشت گریه میکرد دیگه، نمیدونم چه صدایی بود. Okay. We regret to inform you that your mortgage payment for the property is currently overdue for $95,331. Please be advised that it is imperative to settle this outstanding payment as soon as possible to avoid any further complications. بدهکاره Your و هنوزم prompt نداده. attention to this matter is greatly appreciated. If you have any questions or concerns regarding your mortgage payment, please do not hesitate to contact our customer service department. Thank you for your cooperation. He wasn't lying about their financial situation. وای چیزی که صدای چیه؟ از این ور میاد. صدای چیه؟ وای باز اون صدای اومد. از این ور باز یه صدای میاد. No fucking الان way. شد. If I have to chase down a password for another 2 hours again, I'm out. خب Babe, is Kaylee home? عزیزم Have you fixed your cam yet? I was thinking we could have a little, hour time while she's away. Oh, hey, Bella. Yeah. Kaylee's with her parents tonight. What's up? Seriously? You sound a bit off, babe. Is everything okay? I was really looking forward to seeing you. Yeah. Just a bit tired. You know, it's been a hectic day. Tired, huh? You sure? You sound like someone's مطمئنی؟ I was really hoping you'd come over. What's the deal? Just need a bit of downtime. Mrs. Susan's missing. Mrs. Susanne is missing? You're being a bit vague, babe. I was really hoping to spend some alone time with you. Okay. Real story. Look, it's just not a good night, and I need to take it easy. We catch up some other time. Sure, but you're not fooling me. Why are you being so distant? We had plans یه when they were back now. صدای بدی داره میاد. یه صدای خیلی بدی داره میاد. I need to go. Catch up later. Kaylee won't be thrilled about this. دوربیناس. صدای سگ میاد، مگه اون نخوابیده بود؟ کجاست؟ اینجا داره پارس میکنه. یا خدا بکمونه این
یا خدا پشتمون نشسته. رفت. به قرآن مجید خدا بابا اون بک بسم الله الرحمن الرحیم. وای بابا تو رو قرآن ولم کن درو ببند تو رو قرآن درو ببند درو. وایسی ببینم میتونیم تو دوربین باز چکش بکنیم. اینجا هست که ما نشستیم. چیزی نمیشه تایپ کرد. چیزی نمیشه. یا تو رو قرآن بکمون نباشه. نیاز نیست فکر کنم همه اینا رو خونیم. واسه یه دونه دوربینا رو چک بکنیم باز. بک ما هم نیست. خوبه. خب اصلا الان حوصله ظاهر شدن از این ور صدای خیلی بدی میاد. یا قرآن صدای خیلی عجیبی میاد. یا خدا یا خدا ریدم پس کلت. او هلو بچه ها، از این به بعد صدامونو میشنوه. هلو
هلو هلو Where are you? Where are you? Hello. What are you doing? Hello. باز از سیستم چیزایی سر و صدا میاد. Bolton, it's me again. Listen, just stay quiet for a second, okay? جا خیلی ترسناکه واقعا I did some دیگه. digging online, and guess what? Oh. This is Suzanne died some time ago. 3 years to be exact. Isn't this crazy? I mean, why did we hear about it right when it happened? Why did you see یا her this whole قرآن یا fucking time? قرآن Something is not right here. It's like someone wanted to sweep it under the rug or something. This is all so bizarre. I need some time to process this, and you should probably see a shrink or something. Unless it's some damn ghost business. I'm done. Don't try to reach out to me. I'm dead serious. کلن منو نگاه کنی کلن عرق کردم وای وای چطور ممکنه یک نفر بتونه همچین گیمی رو درست کنه؟ هلو Where are you? Hey! بابا ولمون بچه‌ها من همینطوری اینو در میارم میذارم اینجا و دیگه این بازی رو بازی نمی کنم واقعا دیگه خلاصه بازی همینطوره فکر نکنن دیگه اتفاق دیگه رخ بیفته پس خودتون دیگه شدت ترسناک بودن یک بازی رو دیدید مرسی که تنم ویدیو رو تماشا کردین دیگه کلی عرق کردم واقعا خیلی ترسناک بود مرسی لایک و سابسکرایب چنل هم یادتون نره تا یه ویدیوی بعدی پیس اوت